خانواده کامل عبارت از 6 نفر که واقعا من همچون یک شهروند تاجیکستان، همچون یک مسلمان واقعا نگران کرد. اونم در یک شهر بزرگ در پایتخت کشور برای نبودن برق باعث گردید که همون لیمیتی برق یا اینکه نبودن برق باعث گردید که یک عضو خانواده، یعنی یک کامل خانواده از بین برود. واقعا این چیز مرا خیلی خیلی نگران کرد. من میخوام در همین موضوع صحبت کنم کمی و از رسانه‌های مجازی براتون بیارم و فکر و اندیشه‌های دیگه برادران هستن اینجا بشنویم و در همین موضوع کمک صحبت بکنیم. ببینید دوستان عزیز، چند مدت می شود واقعا از لیمیت برق ما و شما صحبت میکنیم در رسانه‌های مجازی و خیلی زیاد حرف میزنیم، برنامه میکشیم و همیشه تنقید میکنیم که برای اصلاح این باید حکومت امروزه تلاش و کوشش کند و هزارها پیشنهاد میکنیم، اما همین یک عده از طرفداران همین حکومت امروزه میان این کار میکنن که در تاجیکستان واقعا برق هست، در تاجیکستان لیمیت وجود ندارد، در تاجیکستان تمام پیشروی ها وجود دارد. و اکنون وقتی که در داخل شهر دوشنبه، ببینید ما حالا از بیرون از دوشنبه صحبت نمی کنیم، در یک مناطق کوهن که مثلا در اونجا کوه هن و مثلا در اونجا برف بیشتر است و اینکه هزارها مشکلات دیگری که میتواند باعث آن گردد که یک سیل میآید مثلا سیم برق را کنار میزند و یا اینکه یک مشکل دیگری میاد که در اونجا برق موجود نیست و یا اینکه همون برق به یک اندازه نمیرسد. حالا ما از پایتخت صحبت میکنیم، یعنی پایتخت کشور، یعنی لیمیت برق تو اون درجه را واقعیت دارد که به داخل پایتخت کشور آمد رسید. حالا ما میزنیم دهات و فلان جاشه بیکار، یعنی در داخل پایتخت کشور ما و شما 6 عضو خانواده برای نبودن برق چیکار میکنن؟ جان خودشان رو میسپارن. اونم برای چی؟ برای اون که رفتن همون انگشت یا اینکه همون کموره را که به اصطلاح ما استفادهش میکنیم اونا گرفتن استفاده کردن و از دود اون زهرالود شدن، از دنیا گذاشتن. ببینید همین اتفاق اگر در یک کشوری صاحب استقلال که مردمش بیداری سیاسی دارن صورت میگرفت، شما ببینید چه حالت به میان میومد. همون تابوت ها، همون میت ها گرفته میشدن قبرستان، نه مستقیما نزد وزارت و یا اینکه نزد همینه که ما قصر ملت میگیم، نزد قصر ملت میرفتن و اونجا تمام این راهبران از وظیفه برکنار کرده میشوند. تمام راهبران از وظیفه برکنار کرده میشوند. ولی در تاجیکستان امروزه ما برای اینکه ما را همین حاکمیت به جای میارد که ما باز جان خود ما میسپاریم و خویشاوندان ما میآیند بازم سپاس و تشکری میکنن از همین حاکمیت. ببینید من یک واقعه را دیدم که واقعا این برای من یک ننگ و یک چیره را در میان داره که گفتم برای ملت من تو این درجه را تفکرش خام است که این فرزندش باعث مرگ فرزندش این همین انسان میشود، با از همین انسان تشکری میکند. یک مادر وقتی که فرزندش در فدراسیون روسیه که باعث فدراسیون روسیه رفتنش همین حاکمیت هم امروزه هست که جای کار مردم رو تامین نمی کند، فرزندش در حاکمیت یعنی در روسیه از دنیا گذشت و وقتی که میتش رو به تاجیکستان آوردن گفت که از جناب عالی تشکر میکنم که فرزندم رو به تاجیکستان آورد. یعنی برای اینه که فرزندش میتش رو از روسیه به تاجیکستان آوردن، مادر بجای اینه که پرسان شود که ای رحمانوف تو این جای کار را تامین نکرده که باعث کردید فرزند من در خارج کشور بر اثر هر چیزی که نباشد از دنیا گذشت، روس قتلش کرد، فلان قتلش کرد، هر کسی که نباشد، فاشیست قتلش کرد، رفت در جنگ اوکراین به خاطر منافع روسیه جنگ کرد، قتلش کردن، جسدش را امروز آوردن.
تو باعث گشتی، سیاست نادرست تو باعث گشت که در جنگ اوکراین هزارها شهروند تاجیکستان مجبور برده شوند و در اونجا کشته شوند، از زندانهای روسیه گرفته برده شوند، در اون جنگ کشته شوند تا بودش به تاجیکستان آورده شود. اگر سیاست درست می بود در تاجیکستان قانون قبول کرده میشد که هیچ این شهروند تاجیکستان حق ندارد در خارج کشور در جنگ‌های دیگر کشورها اشتراک کند. یک نفر اشتراک نمیکرد، بلکه سیاست نادرست شما باعث گشت که این نفران در همونجا کشته میشوند و باز به تاجیکستان برگردانیده میشن مردشان و مادر از رحمان بازم برای این سیاست نادرستش تشکر میکنه. این گونه تفکر را ما باید در تاجیکستان عوض کنیم. ساخت تفکر در کشور ما و شما از ریشه، یا اینکه همون طور اصطلاحی کوچکی از تحتوالیش نادرست است. وقتی که مادر تو این درجه را تفکرش نادرست است که سببگار مرگ فرزندش یک انسان شده است و از اون تشکر میکند، ما به کجا پیش میرویم؟ وقتی که جامعه ما 6 مرده را از یک خانواده میگیره راستکی با گریه قبرستان میبرد و از مسئولین، یعنی ببینید در اون گونه، در این گونه جنازه ها میدونید که چند نفر باید تجمع کند. تمام دوشنبه باید به پا میخیست. برق در کل دوشنبه نیست. همین ناحیه سینایی که چند مدت میشه برق ندارد، چند روز میشود، باید تمام این نفرایی که برق نداشتن در قطار همین میت می اومدن به میدان جنازه اینا رو میخواندن، ناز راست میگرفتن، قصر ملت میبردن، میگفتن این قصر باید با همین کارمنداش همینجا ما گور کنیم. یعنی قبرستان اون جایی نیست که ما این میت ها رو ببریم، این قصر ملت امروز جای میت ها باید باشد. چون شما قبلا مرده اید. اگر شما زنده می بودید این باعث نمیگشتید که این فرزندان امروز این خانواده کاملا از بین برود. یعنی باعثی مرگ همین خانواده ناکامی و ناشایستگی خود حکومت امروز است. چرا ما باید این مرده را قبرستان ببریم؟ قبرستان باید قصر ملت باشد. اگر توانایی دفاع کردن، توانایی پیشگیری کردن رو ندارید، پس بروید کنار. سلام برادر مبارز، بفرما اگر صحبتی داشته باشی. سلام و درود برادر علی اسلام. سلام به تمام برادران مبارز مخالف. الله شما راضی باشه، خداوند در این زمانش نگه داره. بهترین برادر در بالای همی لیمیتی برق میخواستم کمتر فکرش خدمت بیان کنم. بفرما دوستی گرامی. آیا برادری عزیز در همه 6 عضو یک خانواده در مرگ هم یا که نگور است؟ خدای شکی نیست که هر کسی که وظیفه دار است، هر کسی که خادم این ملت است. یعنی کی وظیفه دار است؟ این ملت به کی وظیفه داده است؟ بله. هر پس کسی بین حتی این رهبر دولت حتی با اون درجه را ایمان شهیدیست داده که حتی نمیبروی همدردی بیان کنه به این خانواده. خیلی سوید نداد. میگه من حیران میشم در مردم تاجیکی میترسن که باید در سیاست دخالت نکنن. آیا امی سیاست های؟ نه. خیستن کشتن خیزیم بگیم که ای بدبخت برای چی کشتی 6 نفره؟ جواب بده. باید رئیس برق ای وظیفهش برکنار شوه، باید ای آزادی محروم کرده شوه. مردم تاجیک ما شما خواهش میکنیم همین دسترس نمونیم به خدا، بخیزین طلب کنیم. اگر که ما همین بدبخت را سود کردیم که انشالله ما موفق میشیم. 6 نفر مور گناهگار رحمانوف رئیس شهر سیاست پلیدیه همیا بود که همین 6 عضو یک خانواده بین رفت. اگر حالا که سوید میشید که شاید همیا زنده میموندن. باید ما برادر چی را نگاه کنیم؟ شاید نه، در شکی نیست سببگار هر یک مرگ یک چیز میشود. یعنی اینا اگر از همون دودی ضررآوری که از همون انگوش بود از اون نمی بود، اینو که دیگه الله متعال شد که سببگار مرگ یک چیز دیگر میشد. ولی به هر صورت ما باید پیشگیری بکنیم. تقدیر که این امر الهی است، اما برای هر یک چیز پیشگیری است. وقتی که
ولی یک از چیزای آشکار ما لیمیت برق نداریم. میگه در هیچ جای لیمیت برق وجود نداره. خب لیمیت برق موجود است، سبب مرگ مردم شده است. هزارها خانواده سالهاش در دهات و در پیشته و در هر کجا ناله و زاره میکردن که ما برق نداریم، ولی حکومت که ما لیمیت برق در تاجیکستان وجود ندارد و لیمیت برق نیست، ما به همه تاجیکستان رو به برق تامین کردیم. پس لیمیت برق به داخل پایتخت کشور اومده است. همین کار در یک دهات میشد. خب میگفتن که خیلی در دهات مثلا از پیشکا و از دیگر چیزا استفاده میکنن و آتش میارن برای گرم شدن خانه. خب دیگر از این سبب در داخل پایتخت کشور این اتفاق میفته. تو شما اگر خودت بیاید یک فکر که در ژاپن، عین حال در امریکا، در آلمان، در یک کشوری همین پیشرفته این همین کار در پایتخت کشورش صورت میگیره، تمام همین حاکمیت همون کشور استعفا میداد، مردم خودش برمیخیز. ولی بام بگذره به حاکمیت، مردم میخوان حاکمیت در همون جایی که هست در همونجا گورشون میکرد. همین قصر ملتی که امروز است، همین هر جایی که باشه اگر چنین واقعا در یک کشور پیشرفته صورت بگیره، اون همون قصر میبرن، حتی همونجا هست همونجا قبرستانش میکنن. ما یک چیز عبدالله جان، یک چیز حیران میشم که همه 6 نفر مردم جنازه کرد، بور در قبرستان مون، تمام خیلی تقدیرش در چی در حق پروردگار شما تهمت میکنید؟ آیا که جنایتکار آشکار در پیش شما؟ قبرستان یا چه خیلی که شما ذکر کردین که پارلمان بود، والله قسم باید همه امیر جمع میکن 6 نفر تابوت همه بردن در پارلمان میموندن. ببرو رئیس شهر جواب ده، ببرو رئیس جمهور جواب ده، اختا پیشوا و تمام عنوان ماندی پدر سگ بدی نشیده. ببرو در حوزوی 6 خانواده جواب ده. تو بدبخت ناکامی، تو ببرو قطعی رئیس شهرت قطعی همه استعفا بریم. به خدا قسم ملت پک عالم پاز نشیده. ملت با جانی مردم چی جبر میکنه؟ مردم مسلمان والله قسم میخورم بیاین برادرها یک جاش مخی. این عذاب مهاجرت بس نیست، این عذاب خودمون بس نیست که با به سوید مونده و با کمر کشتستن ما. این پروایی نداره ای پدنالا. بیاین خیزین وطن را آباد کنیم مخی. بود چید مردمی غیوری تاجیک همه را کش نیست که هیچ کی نمون دیگه. بندیازی خدا بخیزین، از برای الله بخیزین. در قضیه همی 6 نفر باید ما به طرف نباشه، هممون بگیم که میریم در وطن. باید بخیزین بگیم که چی ای سببش. ببرو جواب بده. من حیران میشم که مردم چی خاموشه، با چی را انتظاره؟ بدخشان کشتن خب، کلاب در کشتن و بچه را خب، این هم هر روز مرده است خب، اوکراین برده استنشون کشته استنشون خب. شما چی را انتظاره نه برادر با نیازی الله؟ خب یا برادر مبارز کو این جناب گوش کنیم. بفرمون میکروفون تا گیران که صحبت کن. سلام علیکم. من کم ترسخ گپ میزنم، من اکری بای نکنی خد نکنی. اگر یکی دشنام هم کردم نه دشنام یا برق یا تفک استیفا تمام. این پدر و مادرای ما خلق تاجیکستان دایوسن، بیناموسن، چوپلوس تولد کردن. در رادیو آزادی سویت قیمت کرده میگه خیلی میپرسه ژورنالیست، میگه خیلی میسپوریم دیگه چیکار میکنیم، خیلی دیگه میسپوریم، خیلی میشه اوستا. باید دیگهش میگه که خیلی همون جنگ اوکراین نمیشد، پسرک تمام میشد، مهاجرت میرفتیم کار میکردیم، هر روز روزیمون میافتیم. آخه پدری مادری ما خیلی گوسپنده گبزنی او را بگو همون را نشون میده نیر به من ویران میشه که میگه جنگ اوکراین همین پسرک تمام میشد، همه رفتن مهاجرت، تاجیکا مهاجرت میرفتن، روز تو روزی مونا میرفتن. فکری او را بی هر یک پدری مادری ما هم خیلی فکر دارن. او پروا نداره پردر من در آسیا میره چیکار میکنه، چی میخره. همین پول رایی که سویت قیمت شده، پول رایی که سویت نداریم، کمری زهرالو بخریم، پول رایی که این همین که عقل داره پدری مادری ما. برای چی که ما پدر و مادرمون دایوسن، مرغن، چاپلوسن. این همیشه این 6 نفر نه پسلیدیم بود نه پروای بود. حالی با 6 تاهای دیگه خیلی میمونه. نه او رستم افیان بیزنسی سیرت فروشه برای ماشین شده. حالا ای روز تا بتر میشه، خوب تان میشه. همه میره پروا دیگه ندارم. برای چی که دایوسه همه، مرغه همه. ایا پدری مادری من تا
شروع نمیکنه. یک چوبولو زده کامنتاریایی که 6 نفر مرده یک چوبولوز کامنتاری هم نمینویسونن همه خب ایدیگلی پیدافیل برو گپ زن ایوبی بطولکر ایدیگل ایوبی بطولکر تنه میزنه پدر و مادر خمون همی خیلی حیاتش همی خیلی بچم ساعت کم که بره یک جا بگیر تایی کنی ورسا برو برای که ما پدر و مادر قدر ندارم ایگو جا ما در پیشی ایمان فقط قدر میکنیم خودتانش ایروستون بخار کنه تو خدا چون گپی نزنه میفهمه ای تگ مردی نمورده ایسه یکا مرده ایسه 5 تا 6 تا گل چین شده میموره او چنه که میخزه که او چه پارد نمیشن تا عجاب میخزه که تاری سر در خیتای آمده شیشته خستان ای کنتم چکیده سک بل ناموسا دیوسا ای گفتنه دل او نشده شو نمیفهمی گپه اگر 3 تا زنک برادر کش همون قتل ایمان پده خچه علاو ساعتی اکو او سرد نمیتیا تا شما همت نخزه برای چی ما مرخه برای بابا ما مرخ بود دایوسی همت دایوس ایزا میکشون کنه تاجه گیرم بر پدری همت نالا دایوسو کاری خدا دستی بشتا کاری خدا نیست روی تو نسیا نکنه خدا را ایجا میانه نبیاره اگر همون سرد نشد همه آدم دودی کمر نمیدید در روشنی دیگه سرد که نیست دوری کمر نمیده میدلینه او را نفس کشیده مردگیم گوده خوی مایده خلق بیناموسی دایوسی جوگی موجه گب ندارم این خلق ده یا ده عذاب نکنه خودنا گروهی 24 اکای محمد اقبال خودنا قربانی نکنه این ملتی ما نمیخزن یا دایوس میمونم رنگ آینده ایما ارگریه میشه تمام یک هم فایده نداره ای بچه گب نمیزنم دایوس همه همش دارن که گروهی 24 میده که محمد اقبال میده ما را خلاص کنه یک دفعه کامل هم که لایک عربی آزادی را تماشا کننده میترسن یکی نبره خوشتو منشه علی روستون بدتر شده ای بچه گپ نمیزنم دایوسو بله روش میگی مدار جان